سلام همکاران عزیز، برگشتیم. اولین ویدیو رو دارم براتون پر میکنم. یه موضوع خیلی مهمه، دوست داشتم با شما شیر بکنم. این رو مواردی هست که عزیزان به شما مراجعه میکنن با ریزش موهایی که در قسمت قدام ببینید عقب روی مو وجود داره. اگر در یک آقا باشه که خب بیشتر میگیم ریزش موی هورمونی آندروژنیک مطرحی که قطعا با عقب رفتگی در واقع هیرلاین اتفاق میفته، به عبارتی پیشانی بلندتر میشه. ولی اگر در خانم با این موضوع مواجه شدید، یه مقدار باید یه کوئسچن مارک بذارین جلوش که آندروژنیک آلوپیشیای فیمیل پترن با عقب رفتگی هیرلاین شروع نمیشه. به طور معمول هیرلاین تقریبا 2 سانت باقی میمونه، از پشت اون ریزش داریم. پس اگر دیدی در یک خانم پیشانی بلندتر شده، هیرلاین عقب رفته، شک بکنید شاید با یک سیکاتریسیل آلوپیشیا مثل لیکن پلانو پیلاریس مواجه هستین یا مثل فرونتال فیبروزینگ آلوپیشیا و واقعا اینجا بیوپسیه که بیشتر کمک رو به ما بکنه. خواستم این مورد رو با شما شیر بکنم و در اینجا همین مورد رو داشتیم. یه مقدار در این قسمت در واقع کم پشتی رو داشتیم در قسمت ورتکس و بعد وقتی که به جلو اومدیم دیدیم که عقب رفتگی قابل توجه داریم و پیشانی که در واقع در این قسمت بوده به این میزان هیرلاین عقب رفتگی داره و وقتی که با ذره بین این قسمت ها رو خوب معاینه میکنید یک پریفولیکولار ادما، یک اینفلامیشن، یک اریتم در لابلای موها در این قسمت ها رو پیدا میکنید و به این شکل در واقع تونوک هستن موهایی که میبینید و این عقب روی در قسمت های مختلف هست و به همین علت شک کردم که ممکنه لیکن پلان مطرح باشه که بیوپسی هم لیکن پلان رو به ما نشون داد و حالا باید بریم رو درمان لیکن پلان که درمانش قطعا با آندروژنیک آلوپیشیا متفاوته. اینه که تو معاینه حتما دقت کافی رو داشته باشیم که بتونیم تشخیص درست بذاریم و بعد بسته به اون پلن درمانی رو مشخص بکنیم. مرسی از همراهیتون.